سلام دوستان، خوش آمدید به کانال تاجیک دیو. در این روزه ویدیو ما طرز درست ساختن فایل ها و پاپکه های پروژه رو در HTML، CSS و جاوا اسکریپت می آموزیم. اینچنین طرز درست پیوست کردن فایل CSS و جاوا اسکریپت رو با HTML دیده می برایم. خب من برای ویدیو اروپایم یک پاپکه الویده ساختم. پیش از همه برای پروژه خود ما پاپکه الویده می سازیم. نامش رو میمونیم my project. خب اکنون پاپکه خود رو با واسطه یگان ردکتور، من VS کد رو استفاده میبرم، با واسطه VS کد میکشویم. اگر شما نداشته باشید حتما استانفکه کنید، زیرا که لازمی است. خب ما پاپکه خود رو با واسطه VS کد کشیدیم. اکنون در داخل همین پاپکه ما دیگر فایل های خود رو میسازیم. پیش از همه در ما فایل HTML رو میسازیم. این خب معلوم است این از نچوک ما با ما فایل میسازد، اینش پاپکه میسازد داخل همون پاپکه. خب ما فایل میسازیم، نامش رو میمونیم index HTML. خب فایل اساسی HTML ایندکس نام گذاشته می شود. این باید همین خیل باشد برای که اگر آینده سایت خود را شما در یگان هاستینگ یا سرور مانید، باید سرور فایل ایندکس را میکاود و از روی همین سایت زگروسکه می شود، خوانده می شود. خب نام گذاشتیم. اکنون برای فایل های CSS همون ما پاپکه علایده می سازیم. CSS برای چی ما پاپکه علایده ساختیم؟ فایل های CSS می توانند از روی کلان بودن پروژه، روی کلان بودن سایت ما یک چند تا شوند. از همین سو برای آنها یک پاپکه علایده می سازیم. در داخل آن بعد فایل های CSS خود را می سازیم. فایل اساسی فایل CSS استایل نامونده می شود. عادتا استایل نام میمونه، استایل CSS. خب همین طور برای فایل های جاوا اسکریپت یک پاپکه علایده می سازیم، JS، و در داخل آن فایل اساسی جاوا اسکریپت رو می سازیم. عادتا اپ نامونده می شود، app.js. خب اکنون در پروژه عادتا سایت های خرد هم به صورت نمی شوند. همه اونها صورت دارند. به صورت اگر به ویدیو هم شود به صورت نمی شود سایت ها. از همین سبب ما یک پاپکه دیگر برای صورت هایمون می سازیم. این نام میمونه. آینده دیگر صورت ها در داخل هم می شود. خب ما پاپکه ها و فایل های لازمی رو برای پروژه ساختیم. اکنون آنها رو بین یکدیگر پیوست میکنیم. چخیلی گفتیم فایل اساسی این فایل ایندکس HTML است. کد های زمینوی رو، کد های اساسی HTML رو می نویسیم. اینجا یک فیشکه است، معلومات خطاب رو می نویسیم و این رو پخش میکنیم. کد های ضروری رو با ما یعنی میدهد خودش. این کد ها من درباره هر یک این کد ها علایده در تلگرام کانال خود گفته هستم و یکی آنها چی وظیفه رو اجرا میکنن میتوانید در آمده بینید. اکنون ما فایل CSS خود را پیوست میکنیم. فایل CSS عادتا در زیر تگ تایتل پیوست کرده می شود. خب با واسطه تگ لینک اتریبوت ریل
میگویم که این تگ برای استایل دادن است. استایل شیت و با واسطه اتریبوت خرید ما آدرس فایل خود رو میگوییم. با واسطه همین آدرس پیوست می شود. ما تصور میکنیم که در پاپکه اساسی استودیم و به داخل فایل لازمیمون در اینجا فایل CSS است. یعنی داخل میشویم. خب ما پاپکه CSS هم میکشویم و از اونجا استایل CSS رو میگیریم. خب CSS ما پیوست شد. برای باوری حاصل کردن یک بار میسنجیم. برای کشودنی HTML خود طرف راست میشکه رو پخش میکنیم و ریوال این فایل اکسپلور میجیقیم و دو بار در بالاش زیر میکنیم. چکل میبینیم خالی است، یعنی درونی بودی خالی است، استرینسا نیست، خالی میباشد. خب ما محکم نکردیم تگ رو. خب محکم میکنیم. کنون در اینجا تگ شیک. من درباره این تگ‌های بعضی من در تلگرام کانال خود گفتگی هستم. اگر شناس نباشین میتونین در آمده بینین. تاجیک دیم. استرینسا رو ابنوین میکنیم. خب پیدا شد. نون با فایل CSS همون داخل میشویم. یگان استایل می نویسیم. مثلا برای بودی. برای تگ بودی استایل می نویسیم. خب background color. این پشت یعنی بک‌گراند سایت رو رنگش رو عوض میکند. ما سیاه میمونیم. بلک و کلر این رنگ حرفا رو دیگر میکند. سفید میمونه. خب برای تگ H1 مونم تکست رو سنتر میکنیم. تکست الیگن سنتر. خب میسنجیم. کار کرد. بک‌گراند سیاه شد. نوشته جوتی ما سفید شد و تکست بین آمد. تکست الیگن سنتر. خب CSS ما یعنی پیوست شد. اکنون جاوا اسکریپت رو پیوست میکنیم. فایل جاوا اسکریپت رو. فایل جاوا اسکریپت عادتا در آخری بودی تگ بودی در داخلی تگ بودی در قسم پایان پیوست کرده می شود. با واسطه تگ اسکریپت. خب با واسطه تگ اسکریپت پیوست کرده می شود. در SRC مانند اتریبوت SRC مانند اتریبوت خریف لینک است. تگ لینک است. ما در اینجا آدرس فایل خود را نشان میدیم. خب اپ JS تگ اسکریپت محکم میکنیم. خب برای سنجیدن ما در داخل فایل جاوا اسکریپت یک فونکسیون کوردک می نویسیم. alert چیکار میکند؟ و ما سابچینی رو نشان میده. سابچینی میبرد. سلام تاجیکستان. سلام تاجیکستان. خب اکنون میسنجیم. استرینسا رو ابدیت میکنیم. برآمد سابچین سلام تاجیکستان. پاکه جاوا اسکریپت ما با موفقیت پیوست شده است. امروزه موضوع ما دوستان به آخر رسید. ما امروز طرز درست ساختن پاپکه ها، طرز درست نام گذاشتن فایل ها و پاپکه های پروژه رو آموختیم. این چنین طرز پیوست کردن جاوا اسکریپت و CSS رو به HTML
омӯхтем. хуб дӯстон, видеоҳои шавқовар аз пеш аст. Мавзӯъҳои калонро мо аз пеш дида мебароем. Дастгирӣ кунед ва бо мо бошед. Хайр, то видеоҳои дигар.